و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. بعض از مؤمنین مردهایی هستند که اینها راست گردانیدن آن معاهده را که با الله کرده بودند. معاهده مجاهدین با الله همین است که الله هرگیز بیرق ترا در زمین نمیمانم، هرگیز کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بیرقش را در زیر پای کفار پایمال نمی کنم و این معاهده مجاهدین است. چنانچه که در غزوه موته در سال 8 هجری قمری 2 لک کفار است، 2 لک کفار، ولی مسلمانان 3000 است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سریه 3000 نفری را میفرستد در موته. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه امیری لشکر قرار میگیرد و همچنین وقتی که در غزوه موته میرسند، در موته میرسند که یک قریه در شام است، اینجا جهاد و مبارزه شروع می شود. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه جام شهادت را می نوشد. وقتی که این مبارک جام شهادت را می نوشد، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه فرزند کاکای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرق اسلام را و شمشیر اسلام را به دست خود می گیرد. بالاخره در میدان جنگ یک دست راستی حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه قطع می شود، باز شمشیر را به دست چپشان می گیرد و همچنین بیرق اسلام را، بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله را به دست چپشان می گیرد. باز کفار حمله می کند، دست راست مبارک را هم قطع می کند. بالاخره با دهنش بیرق را می گیرد، با دهنش بیرق را می گیرد تا به این که کفار می آید شمشیرش می زند. مبارک از مابین 2 تقسیم می شود، 2 تقسیم می شود، جام شهادت را می نوشد. و بعدا حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه این بیرق اسلام را می گیرد، بالا می کند، در مقابل کفار به سرکردگی لشکر مجاهدین استاد می شود. بالاخره این مبارک هم شهید می شود. ولی باز بیرق را باز صحابه کرام در زمین نمی باند. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بیرق را می گیرد، با کفار آنقدر جنگ می کند که 9 شمشیر همان روز به دست حضرت خالد ابن ولید می شکند، میده می شود. ولی از قتل کفار، از جهاد و مبارزه حضرت خالد ابن ولید مانده و زنده نمی شود. اسرائیل را بداند، امریکایی را بداند، اگر اسماعیل هنیه شهید شده ولی همچو خالد ابن ولید دیگری هست که شمشیر را و در مقابلت بگیرد و بیرق اسلام را در مقابلت بگیرد که ان شاء الله تعالی با کمک الله جل جلاله تو را از نقشه جهان محو نیست و نابود بگرداند.